درود به همگی گایز، به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. بازم مثل همیشه فری بازنده میشه. چطور پوریا؟ حتی مثل همیشه که تو همیشه نه میبازی همیشه من میبازم، قبول دارم. ببین آخه امروز من ترانتولا خوردم امروز و من نقطه ضعف‌های تو رو بعد از این همه ویدیو فهمیدم. بچا فری سایلنت 2 تا نقطه ضعف داره. عزیز محمدی آیسان اسلام. تموم شد. آی نه ناله کن کونکش. نگو که کل ویدیو آیسان و عزیز محمدیه. نه بابا کامل آیسان ورژنه. یعنی ترانتولا آیسان ورژن. آقا من همین حالا باخت و اعلام. حالا اگه به بازی من ویدیو تموم شد من دیگه نیستم. اوترو منو کلا باید تو بگی. کلا ادای منو باید بگی. آره. همه چی رو باید من بگم. آره. اگه من ببازم اوترو خودم میگم. ایول دمت گرم. اوکی. نامردی بود ولی قبول. لایک و کامنت و سابسکرایب نره، بریم ویدیو رو ببینیم. بری آماده یایزم؟ برو بریم. میگه تو شبیه داریوش افتادی، من شبیه گوگوش. حاجی نامان برای خواب معصومانه عشق حاجی باید خواهر لامبورگینی رو بکاری. ناله کن این ناله حاجی کشاش خیلی سخته. خداست. ببین خوبیش اینه که من حداقل یک بار دیدم ویدیوهایی که قرار داریم میبینیم، ولی خب اگه خیلی سم باشه دیگه اصلا ربطی نداره. اصلا بگو بار دهم. الان همه چی ریلکس. وقتی میگی منو نمیگیره. آقا کسالت رو با 3 سات میمیسم یا با 3 سخت. سخت میمیسم. کجا میاری؟ من دیگه اشتباه میمیسم. من مادر نداشتم تا 3 راهنمایی بیشتر نخوندم. خب ای خدا مگه میشه آخر شروع نشده بود ویدیو؟ فهمیدی؟ بعد اینقدر نگیم ما اشتباه نمیشیم. من دیگه خودم میمیسم بره دیگه حالا کسالت با 3 سات باشه با یا 3 6 دندونه چه فرقی داره؟ دیروز نمیدونم چه کلمه ای نوشتم 3 6 دندونه اسم غریب نمیدونم. با غ 2 دندونه با 2 خط بود غ 2 دندونه با غ 1 نقطه غ 2 دندونه مگه میشه؟ منظور لپ کلام من متوجه میشین دیگه نمیشه مگه؟ بله میشی خب دیگه چی در میاری پس؟ دیدی قاطی کرد؟ آقا یکی خیلی خوبه. یکی عقبی بریم جوری که پسرها به هم ابراز محبت میکنن. جان من دیگه بخندم. حاجی میخوام به خدا دولتو بوس بکنم. جان حاجی دولت در بیار به جلوی مردم دولت بکن جان من حاجی. حاجی این حاجی رو خیلی اذیت میکنه ولی حاجی عاشقشه. آره یعنی جونش در میره برای آیسان. 100%. یعنی اینقدر محبت داره بهش. زومی بود جای قدیر بودم حاجی. از سنی که دنیا اومد زمینای پدرش فروخت تا 50 سالگی. 50 سالگی به بعدم پسرش پولدار شد هواشو داره. ای قدیر گیر تو را باید در الکل نگه داشت برای نمونه برداری. چقدر دنیا بکیزه این پدر قشنگ من. پاپایی اون پدر یک روز در زندگی کار نکرده فقط خورده خوابیده. الهی فدای تو بشم من. پدر جان منم دیگه این پول چاپ کنی که دارم جوهرش داره تموم میشه. بابا جون باید برم بدم پول در بیارم. بابا خسته کردی منو قدیر. گاییدی منو پدر. گاییدی منو آیسان. خسته شدم اینقدر سانسور کردم. اصلا همسری بزنید بچه‌ها بدون سانسور ببینید بهتون بچسبه ویدیو. ولم کن خار مگه برعکس پدر پسری همه جا از پایین میره به بالا. این نه همه از بالا میاد پایین. بابا جان من نمیدونم چه التیماتوم طولانی هنوز هست. با خیلی پایین میره به سمت بالا. بخور قدیر جان بخور حال کن. به کیر بکش مایه ها رو. پسرت اینجا داره سخت کار میکنه. با یه دقیقه بازش کن پوریا. تو خیلی نقطه ضعفت آیسان هاشی. من فکر کنم تو شیشه کلی بخندی. وای میتونی بخندی الان میتونی. یادش رفت استاپ کردی. وای گوش کن وضعیت داره سرویس میشه. وضعیت هر روز من دنبال جورابام. اوکی. وای پلنگ صورتی گذاشته روش. بسم الله الرحمن الرحیم. کسی خونه مخابسه نیامد که
این زیاد چیز نبود. وای وای آره خدا رو شکر گفتم الان یه چیزی میگه بترکم ولی خدا رو شکر نگفت. آهنگ سوپر هم میدونستی داری؟ از اول که شروع میکنی خدا وکیلی کی مادرت گاییدم باب تکش. آقا نخند دیگه تو هم نه بخند. نه دیگه الان 2-0 توییم. یعنی تو بخندی من با خودم کنترل کنم. اوکی. باخته تو باید تا آخر تو هم باید تا آخر ویدیو صبر کنی. باشه چه اوترویی بعدش میتونی پاس کنی. قبوله بریم. بچه‌ها بعد تمرین هم هستش چون ما اگه خدا بخواد تا 2 ماه آینده میریم تو اردو که بعدش بتونیم برای سهمیه المپیک. چطور یه کشتیگیر نبودم اینجوری توضیح بدم کیرم تو این شانس. ما بعد که سهمیه رو بگیریم به لطف پروردگار و دعای خیر مردم سعی میکنیم که بهترین عنوان رو برای این مردم بیاریم. حالا اگه من بودم اینجوری صحبت نمیکردم. بابا نشستیم تو خونه بابا کونده دعای چیزی با خارمون گاییده شد. این چه زندگی کیریه. آقایون چیزی بهتون میدن نه واقعا کیرم تو دهن آقایون. خسته کردم ما رو اصلا کسکیشا. خب شما چرا چیزی نمیگین؟ چون ما بگیم خدا نکرده ما رو با گونی بود بگیرن ببرن بعدم. خب آشنا نرین شما رو در بیارن نه اونا رو هم میبرن. تو آره خار کزه تو رو هم میبرن کسکش. وقتی مستم و تصمیم میگیرم دیگه عرق نخورم. عرق خوری دیگه تعطیل. بخوام سالم زندگی بکنم. برداش این قشنگ منم. داداشی فقط میخوام یه دونه پیک بزنم خب که در حال و هوای من بهتر بشه. وای آقا اگه تونستم این جیگرم رو قانع کنم که هم با من باشه هم من دوست دختر داشته باشم احتمالاً خدا بخواد حامله برمیگرده اروپا. این قولو بچه ها بدیم این قولو بچه ها بزن قدیش بزن جان قدیر بزن جان قدیر گفتم بزن بیاموز رو اگه قبول کردی زوری با لقای مصنوعی ولی میگه با وای 2-1 وای خوب شد تموم شد. لقاح مصنوعی چیه دیگه؟ یعنی خودش هم نمیکنه. نمیدونم چی میشه. یعنی آبشو مثلا نمیدونم یه چیز غریبیه. آبشو مثلا آره بعدی تعهد نو تعهد کس خاله تعهد دادا. هر شب با یکیم حال میکنم برای خودم تک و تنها بتاز کسکش که دور توه. وقتی داری دعا میکنی یهو همه چی یادت میره. ای پروردگار بزرگ آن چیزی که صلاح من و عقاب سرسفید و یه بار دیگه ای پروردگار بزرگ آقا بده مدل خودم بگم خدا جان اون چیزی که صلاح ماست خارکسته رو بده انجام بدیم نه اون چیزی که خیلی دل ماست. بابا مگه میشه آخه اینا چرا باید این بلا سر من بیاد؟ آقا چرا نگفتی قبل ویدیو؟ من یه ذره ویدیوهاشو میشستم میدیدم. نه همین که یادت سرم میره. بیاد. آختی آجی 3-1 بعدی ادیاتیش بیار. پوریا بریون جایگزینی خوب برای مرغ بریون. تنوری یا بچه‌ها داغ همین الان آتیشش زدم. شما فقط درگیر کسی ناجی میدونم دیگه اصلا من دارم اونجا با خواهی باقر صحبت میکنم الان. بزنید بچه‌ها بزنید ادامه بدین همون فرمان خودتون رو بریم با ولش کن. حاجی دختره رو نفهم چه فوش پزشکی داری؟ پزشکاشون خارکسته و اینا نمیگن میگن نفهم دیگه. نفهمه گوی ازگل. ای خدا یه روز خیلی خوبه آفتاب رو نگاه کنین بتاب به من کون کش که دور منه. خواهر آسمون و خورشید و ماه و فلک همه رو گاهیدم. همه جهان گاهی دهنت اولش باید گفتم آفتاب بتاز بعد باید گفت خار و مادر آفتاب آسمون 3-2 پوریا پوتک. دختر شاخ باشه. واه چه گنگ. آقای آیسی ازدواج کنه بچه دار بشه. یه پسر اون عقب صندلی وای نه بابایی کون که وای بعد خانوممون بعد یه آیسی حرفا نزن تو کسوشر نگو خانوم. خندیدی ها
رفت زیر صندلی 4 آجی من اینو 30 بار دیدم، هر سری هم همینجوری خنده. میدونستم کدومه، همونی هست که تیشرت رضا پیشرو رو پوشید. آره اولش هم گفت نه میدونستم خندی. همه پسرها و بچه‌ها کون دوست دارن، این شما یادتون نره. هر پسری که میگه من کون دوست ندارم خودش کونه. این یادتون باشه. میخوایم ببینین طرف اب داره یا نه، سوال کن بگو کون دوست داری یا نه. ای گفت که یعنی که این برمیگرده به نقلدانش. گرفتی چی شد؟ شجر نقلدان حداقل 3-4 بار فتبا خورده در راه چی؟ نقلدان چیه؟ 52 ثانیه از ویدیو مونده. برو شعرها رو دوستان مثلا همه میتونم این شعرم بگم. مثلا ای که پایت شکسته است، بایستا پایت شکسته است. چجوری مردم رپ می‌نویسن؟ ما خالکوزه بیت نمیتونیم بگیم. من خب میخوام قافیه و ایناش بود خیلی جور در بیارم. چه کسری که نمیتونم بگم. ای که پایت شکسته است بیا کاری بکن روزی خواهد رسید. این که کسکش کتاب داستان شد که باید قافیه آیسی بیت باید داشته باشه. ای که پایت یا که خواهد رفته بودی خار کسه رفته بودی یا نه؟ یا دیدی چی شعری گفتم حال کنیم. بذار من برم دیگه تصاف کنم. هوا داره سیل میاد خارکوزه. چون رفتی سه آقا باختی 4-3. قبول نیست 4-3. اصلا این ویدیو رو من قبول ندارم به هیچ عنوان. نه بچه‌ها دوستتون دارم. من میرم از همینجا ازتون خداحافظی میکنم. میخوای همینجوری ول کنی بری؟ وایس آره ببرت یاره. بچه‌ها من خداحافظی میکنم. از طرف من دوستتون دارم خیلی زیاد. کل اوترو رو بدون من فری میره. گود بای. خب گایز امیدوارم که از این ویدیو کلی لذت برده باشید. احترام پدر مادر یادتون نره. کلی عشق و انرژی مثبت بهتون. خیلی عشقید. سکوت از ما احساس زرنگی از شما. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.